هیئت کوهنوردی استان خراسان رضوی به باشگاه‌های استان بخشنامه کرده که از این به بعد خانم‌های متأهل باید از همسرانشون اجازه کتبی بگیرن و خانم‌های مجرد و زیر 20 سال هم باید از اولیاشون رضایتنامه بیارن تا بتونن تو برنامه‌های کوهنوردی و طبیعتگردی شرکت کنن. این آخه یعنی چی؟ اصلا اولا چرا فقط تو استان خراسان؟ خب مسئولین باید به این تبعیض جواب بدن. اصلا میدونید چیه؟ برای حل ریشه‌ای این مشکل باید سراغ کوه‌ها رفت. والا همین کوه‌ها هستن که عامل بدبختی و انحراف جوانای ما شدن دیگه. شما یه نگاهی به این استواری و صلابت این کوه‌ها بندازین. یه ذره که بیشتر بهشون ظلم میزنی متوجه میشی که در حقیقت منبع جرم و فساد جوانهای ما همین کوه‌ها هستن. البته ما قبلا هم بررسی کرده بودیم که اگه امکانش باشه با لودر و بولدوزر اینا بیافتیم به جون کوههای اطراف و همشونو با خاک یکسان کنیم. اما خب گفتن یه 50-60 سالی طول میکشه. دوم این لودرها و بولدوزرها رو نمیشه بالای کوهها ببریم دیگه. خلاصه ما بیخیال تخریب این مکانهای جرم و فساد شدیم. ولی خب در عوض الان داریم بررسی میکنیم که یه چند صد کیلومتر سیم خاردار تهیه کنیم دور تا دور این کوهها و دامنه هاشون بکشیم که دیگه کسی نتونه به این مناطق غیر شرعی و فسادآمیز بره. البته برخی مسئولین نظام مقدس قول دادن که مقداری پارچه هم تهیه بشه که بکشیم رو قله‌های کوه‌ها که وقت شونات نظام لکه‌دار نشه. آره دیگه، ضمن این مغازه‌ای هم هستن که لوازم کوهنوردی میفروشن. باید اینا رو هم به دلیل عرضه ابزار لهو و لعب به شدت باشون برخورد بشه. خلاصه اینکه خسته شدیم از این همه تحقیر و فساد و کوه و تپه. آقا مسئولین نظام مقدس لطفاً رسیدگی کنن.